درود به همگی شما، درود به مهسا و درود به ملت همیشه متحد ایران. من میخوام امروز دوستان با شما درباره دروغ‌ها صحبت بکنم. چه دروغ‌هایی به ما میگن؟ دروغ میگن که بین ایرانیا اختلافه. دروغ میگن که ایرانیا نمیتونن با همدیگه کار بکنن. دروغ میگن که ایرانیای خارج از کشور هیچ کاری نمیتونن بکنن. جواب همه دروغ‌ها امروز شما دادید. کسایی در پاریس، در لندن، در واشنگتن، در سر تا سر دنیا جواب اون دروغ‌ها رو دادید. نذارید بین ما اختلاف بندازند. شاهزاده رضا پهلوی از همه ما خواستند، از همه ما خواستند که اجازه ندهیم که بین ما تفرقه بیفته. به ما گفتند که علیرغم اختلاف‌های سیاسی کنار همدیگر قرار بگیریم. بچه‌های کف خیابون ایران از بغل دستیشون نمیپرسن که شما رأیتون به پادشاهی است یا جمهوری است. رأیشون به یک ایران آزاده. و امروز شماها همه ما اومدیم که به اون دروغ‌ها جواب بدیم، که بگیم بس دروغ گفتن، بس اختلاف انداختن بین ایرانی‌ها، بین ایرانی‌های کرد و بلوچ و فارس و لور و بهایی و زرتشتی و مسلمان و بیدین. ما همه ایرانی هستیم. و مهمتر از آن، ما یک ملت کبیریم و ایران رو پس میگیریم. به ما میگن که ایرانیای خارج از کشور نمیتونن کاری بکنن. پس قانون مهسا که همین هفته در کنگره امریکا تصویب شد کی این کارو کرد؟ شماها این کارو کردید. شماها تک تکتون که زنگ زدید، که اومدید واشنگتن، این کارو کردید. ایرانیا در کانادا سیاست دولت کانادا رو تغییر دادن. ایرانیا در بریتانیا سیاست دولت انگلیس رو تغییر دادند. نذارید اینها آیه یأس بر ما بخونن. اونایی که همش صحبت از تفرقه و اختلاف و عدم اتحاد، هدفشون همان است. ما امروز به امید و اتحاد لازم داریم و اون رو داریم میبینیم در کوچه پس کوچه های ایران، در همین شهر لس آنجلس، در شهرهای سرتاسر این جهان. نذارید که دروغ‌هاشون دیگر به ما بگن. اون دروغ‌ها رو ما دیگه قبول نداریم. ما همه ایرانی هستیم. ما فقط یک هدف داریم، یک ایران آزاد و سکولار و دموکرات که برگرده به ریل ترقی و پیشرفت. و بدونید که دیگر گروه‌ها که یک زمانی در واشنگتن قدرت زیادی داشتند، دروغ دیگرانی به سیاستگزاران و تصمیم گیران گفتند، دیگر اون قدرت رو ندارند. اون سازمان‌های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی دیگر اون قدرت رو ندارند. اون قدرت دست شماست، دست همه ماست، دست ایرانی آمریکایی های آزادی خواه و دموکرات. و ما همه کنار همدیگر قرار گرفتیم که پشتیبانی بکنیم از آزادی خواهی ملت بزرگ ایران
و به هممیهنانمون داخل کشور میگیم که تا اونا آزاد نشدن کارمان تمام ندارد. دیگر دوستان نذاریم اونا بین ما اختلاف بندازن، نذاریم که دروغ‌هاشون باز به ما بگن. ما با هم داریم کار میکنیم، بین ما اتحاد هست و ایرانیای خارج از کشور میتونن اوضاع رو تغییر بدن. شما این کار رو کردید و کارمان ادامه داره. چرا که ما یک ملت کبیریم و ایران رو پس میگیریم. مرسی.